سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها ما نمیدونم دیگه واقعا چیکار می‌کنیم. ما هر موقعی برای شما ویدیو گذاشتیم با تو صحبت کردیم به نسبت خودمون یا خوبی گرفت، 1000 تا ویو گرفت، 500 تا ویو گرفت، 700 تا ویو گرفت. ولی هر موقع که ورزشی گذاشتیم ما اصلا هدفمون از این چنل ورزشی. هر موقع ورزشی گذاشتیم 100 تا 50 تا دیروز گذاشتیم 70 تا. ما گفتیم دیگه بعد از این همه تلاش دیگه قطعا یکم بالاتر میره. ولی شما وقتی نگاه میکنید و فقط رد میکنید ما اینجوری یوتیوب دیگه به کسی نشون نمیده و اصلا کلا قطع میشه. همینجوری شما ایرانی‌ها رو یوتیوب اصلا خیلی کم به اینا نشون میده. ولی یه جوان خارجی راحت با یه ویدیوش میتونه 100 تا سابسکرایب بگیره. ما الان 15 تا ویدیو برای شما آپلود کردیم، کلا 24 نفریم. ما الان یه ماه داریم تلاش میکنیم. لطفاً اگر واقعا به نظرتون دلتون میخواد این چنل ادامه پیدا بکنه، اگر هم نمیخواد دلتون نمیخواد بگید تو کامنت ها ما میگیم کلا حذفش میکنیم. دارید نگاه میکنید همون 70 نفر نصفشون اگه سابسکرایب میکردن کل بار میشد توی یوتیوب خیلی بیشتر نشون میاد. همین الان اگه داری میبینی بذار اصلا ما ویدیومون دیگه نیام، فقط این سابسکرایب رو بزن که ما بتونیم حمایت بشیم و بتونیم به کارمون ادامه بدیم. الان ما با این محتوا به نسبت خوب داریم ورزش کردن دیگه، هم انگیزه شما بار ما هم انگیزه خودمون. یعنی یه دختر بیا اینجا برقصه بیشتر من حمایت میشه. همین الان من حمایت نمیشیم، ولی اگه شما لطف کنید ما حمایت میشیم. ما تلاش کنیم بهترین محتوا رو برای شما در دسترس قرار بدیم. بچه‌ها اینم در نظر بگیرید که ما بدون تجهیزات داریم این کارو میکنیم. شما خودتون از وضعیت ایران خبر دارید. ما داریم اینترنت ضعیف، همش برقام میره. هر موقع اومدیم ویدیو ضبط کنیم ما دیگه این فضای باز. من اولش 2 تا ویدیو تو خونه گرفتم اصلا نمیشه. الان من پشت گوشی ما دارم با یه گوشی کوچیک و ولی معمولی دارم ویدیو رو ضبط می‌کنم. الان پشت گوشی من یه قوطی حلبی رنگ زنگ زده است، چون من حتی پای دوربینم ندارم. ولی شما می‌بینید کسایی حمایت می‌کنید با محتوای شروع مثل عشق. ببین چی میگم، ما اگر شما نخواهید و حمایت نکنید نمیتونیم ادامه بدیم. ما 24 تا نه بالاخره شما وقتی میری سر کار هدفت اون حقوق سر ما بالاخره یه هدفی داریم برسیم به 1000 تا سابسکرایب، به 2000 تا. ولی اگه بخوایم یه روز یه دونه یا 2 روز یه دونه سابسکرایب بگیریم خب تا 5 سال آینده ما هدفمون نمیرسیم. ولی آدم شما خودتون میدونید آدم کم کم خسته میشه. ولی اگه دلتون میخواد ما رو دوست دارید یا اصلا فکر کنید دارید از یه به ایرانی که به کمک شما نیاز داره دارید کمک میکنید، فکر کنید داداش خودتون یه چنل زده میرید به همه میگید که لطفاً اینو سابسکرایب کن، کامنت کن، لایک کن، همین کارو بکنید. همین الان بذارید اصلا یه ویدیو نکنید ولی بذارید گوشه از فالوینگاتون ما هم باشیم. خداحافظ.